خوش اومدی. ممنون داداش. داری چیکار می‌کنی؟ کفشمو در میارم که بیام تو. نمیخواد با همون کفشت بیا تو. لیلا غذا آماده است. نگفته بودی خواهر داری؟ ندارم لیلا مامانم. کجا؟ مامانت صدات غذا آماده است. ولش کن هر موقع دوست داشته باشی میریم بازی تو کن. خورش کرفس من دوست ندارم. بیا غذا سفارش بدیم. تو خونه خودت انتخاب می‌کنی چی بخوری؟ آره. چرا اینجا نشستی؟ نشستم که غذا بخوریم دیگه. بردا بریم تو اتاق بخور. مگه مامانت میذاره تو اتاق غذا بخوری؟ آره چرا نذاره؟ من دیگه سیر شوام نمیخوام. ولی غذات مونده بعد تا تا بخوری. نه سیرم نمیخورم. یعنی مامانت نمیگه حیف بعد تا تا بخوری برکت خداه؟ نه سیرم نمیخورم. کجا؟ بریم ظرفمون رو بزنیم تو ظرفشویی دیگه. ولش کن. مامانم میاد جمع. بچه کجایی؟ بچه ایرانی؟